تا حالا دیدین یه نفر وقتی یکی واقعا دوستش داره کم کم باهاش سرد میشه، اما به محض اینکه یکی بهش بی‌محلی میکنه دیوونه وار میفته دنبالش؟ چند ماه پیش با یه نفر آشنا شد. طرف همیشه محترم بود، زود جواب پیامو میداد، احساسش رو صادقانه بیان میکرد و برای رابطه وقت میذاشت. اما فقط 2 هفته بعد گفت نمیدونم، انگار هیچ هیجانی برام نداشت. چند وقت بعد جذب یه نفر دیگه شد، کسی که پیامهاش رو ساعتها دیر جواب میداد، قرارها رو کنسل میکرد و معلوم نبود اصلا رابطه براش مهمه یا نه. جالبه که همون آدم رو فوق‌العاده توصیف میکرد. هر چقدر اون آدم تو رابطه دورتر میشد این یکی بیشتر تلاش میکرد، انگار هرچی رسیدن سخت‌تر بود ارزشش بیشتر به نظر میآمد و هرچه محبت راحت تر بود کمتر به دلش مینشست. سینیت هازن و فیلیپ شیور توضیح میدن که این اتفاق میتونه مربوط به سبک دلبستگی باشه. وقتی فردی با دلبستگی مضطرب که مدام دنبال اطمینان و تاییده وارد رابطه با فردی اجتنابی میشه که از صمیمیت داره فرار میکنه، یه چرخه شکل میگیره، یکی بیشتر نزدیک میشه، اون یکی بیشتر فاصله میگیره. این بالا پایین شدن احساسات، اضطراب و بلا تکلیفی گاهی اشتباه گرفته میشه با چیزی که اسمش رو عشق میذاریم، در حالی که ممکنه فقط یه الگوی ناسالم رابطه باشه. پس اگه میبینی یکی همیشه جذب آدمهای سرد و دور میشه، شاید مشکل از سلیقش نباشه، شاید مغزش سالهاست بیقراری و نرسیدن رو با عشق داره اشتباه میگیره. شما هم تا حالا این الگو رو توی خودت یا یه نفر تو اطرافیان دیدی؟ برام تو کامنت ها بنویس. قسمت بعد درباره یه سوال عجیبه: چرا گاهی رها کردن یه رابطه آسیبزا از ترک یه رابطه سالم سخت تره؟ قول میدم جوابش نگاهت رو به رابطه عوض کنه.